در آغاز باز یک هفته نو برای شما بینندگان عزیز بردباری می‌خواهیم و سرخط رویدادها را پیشنهاد شما می‌کنیم. امروز 20 سپتامبر از آن می‌گوییم در انتخابات دومای دولتی که اکثر مخالفین راه نیافتند، حزب زیر پشتیبانی پوتین پیروز شد. بیکاری و بی‌حقوقی در دوره حکمرانی طالبان مردم افغانستان را به مهاجرت وادار می‌کند. بازداشت بی‌رحمانه مهاجر تاجیک در بازار تیوپلستان و هلاکت سه‌زاده تاجیکستان در صدمه مدهش از خبرهای دیگری ماست. امروز سفارت آمریکا در دوشنبه در یک مراسم خاص بیش از 100,000 وای واکسن پفایزر ضد کرونا ویروس را تقدیم می‌کند. در گذشته هم آمریکا به تاجیکستان واکسن مدرنا داده بود. همچنین دیگر کشورهای کمک رسان واکسن‌های استرازینیکا اروپایی و وای‌های روسی و چینی را در اختیار تاجیکستان گذاشتند. ضمناً آمریکا اعلام کرد که برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان بازدو از 8 میلیون دلار جدا می‌کند. مبلغ مذکور همچون کمک فوری طریق برنامه یوساید به تاجیکستان رسانیده می شود. سفارت آمریکا در دوشنبه میگوید کمک نوبتی مالی به خریداری مواد پیشگیری و نظارت ویروس ها، دسترسی به تجهیزات لابراتوری، تحکیم نظام تندرستی و امثال این پیش بینی شده است. شروع از ماه مارس سال 2020 تاجیکستان از آمریکا به خاطر مبارزه با کووید 19 9 میلیون دلار یوری دریافت کرده بود. این کمک در حال رسانیده می شود که به ادعای وزارت تندرستی تاجیکستان از روز 15 سپتامبر در کشور یگان حالت نوی گرفتاری با کرونا ویروس ثبت نشده، همه بیماران کاملا شفا یافتند. شب 19 سپتامبر بعد انجام انتخابات 3 روزه پارلمانتی حزب حاکم یدینه روسیه و روسیه واحد که از طرف پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین پشتیبانی می شود، جشن پیروزی در این معرکه را آغاز نمود. بعد حساب 64% آوازها کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد که حزب روسیه واحد با تقریبا 48% رای ها در آوازدهی پیروز شده است. همین منبع افزود حزب کمونیست با تخمینا 21%، حزب لیبرال دموکرات با نزدیک 8%، حزب روسیه عادل با تخمینا 7.5% و حزب آدمان نو با 6% رای ها صاحب کرسی در دومای دولتی خواهند شد. در این انتخابات شمار زیادی نامزدهای مخالفین حکومت روسیه راه نیافتند، زیرا مقامات سازمان‌های مربوط با الکسی ناوالنی را افراطی اعلام کردن نامزدهای آن را از سبقت در این معرکه محروم نمودند. روز یکشنبه گروه زنان فعال در نزد بینای سابق وزارت امور زنان افغانستان در شهر کابل گردهمایی اعتراضی دایر نموده طلب کردند که حق زنان در مشارکت سیاسی و تعلیم احترام شود. هفته گذشته قرارگاه وزارت امور زنان به اختیار وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر تقدیم شد. ما وزارت به نام امر بالمعروف و نهی عن المنکر نمیخواهیم. ما کشوری نداشتیم که منکرات جریان داشته باشه. ما میخواهیم مکاتب دوباره مکاتب بروی دخترها باز شود. با نگه داشتن دخترها در خانه، با محدود کردن دخترها و به مکتب اجازه ندادن دختران نمیتونیم صدای زنان افغانستان سرکوب کنیم. با تبدیل وزارت زنان به نهی از منکر و امر به معروف نمیتونین زنان افغانستان سرکوب کنید. زن امروز افغانستان زن 26 سال پیش نیست. نظر زنان افغانستان را تماشا کردید. روز جمعه هفته گذشته مقامداران طالبان اعلان کردند که به زودی مکتب‌ها درهایشان را برای بچه‌ها باز می‌کنند، ولی آنها درباره تحصیل دختران حرفی نزدند. در عین زمان مسئله دیگری که در این روزها بسیاری از مردم افغانستان را اذیت می‌دهد این نبود شغل است و مردم خواه‌ناخواه مجبور می‌شوند که در جستجوی یک بار نان به خارج کشور مهاجرت کنند. ادامه موضوع در گزارش میرزا نبی خالقزاد. ساکنان کابل میگویند کمبودی جای کار در دوره حکمرانی طالبان جوانان را به ترک وطن مجبور میکند. فعلا وضع خوب است، ولی از سبب نداشتن شغل جوانان ترک کشور نموده، بعضی ها به پاکستان و بعضی ها به ایران میروند. مردم بیشغل زیاد است و امید داریم که طالبان به احیای تجارت همان کمک میرسانند. بعد 40 سال جنگ و مرگ ده ها هزار نفر وضع امنیت بهبود یافته است، ولی صرف نظر از صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری های 20 سال اخیر اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی می باشد. جوانان از سبب بیکاری ترک وطن میکنند. با سر قدرت آمدن طالبان مشکل زیاد شد. مردم مجبور شده است مال و کالای خود را فروشند.
روزگار نشته، کار نشته، خلک مجبور دی. هفته گذشته دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در کنفرانس بین المللی بخشیده به افغانستان گفت که بعد به سر قدرت آمدن طالبان احتمال این کشور با دشوارترین روزها مواجه شود. کشورهای کمک رسان وعده دادند که به مبلغ 1 میلیارد دلار به افغانستان یاری میرسانند. سرخط رویدادهای دوم مدیا هم سیاستشناس پرویز مولوجونов از حکومت توجیکستان طلب کرده است که برای رهایی 2 شهروند محکوم شده اش در قرقیزستان دست به کار شود. هفته گذشته دادگاه قرقیزستان عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونوسف را در رابطه با مناقشه مرزی ماه اپریل امسال به حبس ابد محکوم کرد. این 2 نفر به جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانسته می شوند. در همین حال محکمه 3 شهروند توجیک تبار قرقیزستان نیز در رابطه با مناقشه مرزی ماه اپریل در دادگاه ولایت بادکند ادامه دارد. دادستان 15 سپتامبر با آنها 20 سال حبس طلب کرده است. انتظار می رود حکم آنها فردا اعلان شود. سه مهاجر توجیک در پی یک صدمه مدهش به هلاکت رسیدند. صبح بر وقت 18 سپتامبر در مرکز شهر نوسیبیرسک یک ماشین تمغه ولکسواگن پولو هنگام حرکت به ستون چراغ برمیخورد. در نتیجه ماشین آتش گرفته، راننده و 2 مسافرش در داخل آن زنده به زنده سوختند. جسدهای سوخته را بعد خاموش کردن علنگه آتش بیرون برآوردند. طبق اطلاع رسمی راننده توجیک ماشین را اجاره گرفته است و با سرعت راندن ماشین سبب صدمه گردیده است. درباره اسم هلاک شده ها تفصیلات داده نشده است. با نزدیک آمدن پایان مهلت قانونی نمودن بود و بوش شهروندان خارجی در نزد مرکزهای مهاجرتی روسیه، دوباره نوبت‌پایی‌های طولانی مهاجران شروع شده است. کاربران رادیو آزادی با فرستادن نوارها از مناطق گوناگون میگویند برای گرفتن پتنت ساعت‌ها انتظار میکشند. از جمله در نواری که به دست ما از شهر قزان رسیده است، انبوی مهاجران دیده می شود. هرچند از ماه ایون تا 30 سپتامبر امسال طبق فرمان ولادیمیر پوتین مقامات حق ندارند مهاجران را از قلمرو روسیه اخراج کنند و یا درباره منع ورود مهاجران به حدود این کشور قرار قبول نمایند، ولی برگزاری ریدها پیوسته ادامه داشت. مهاجرانی که حجت‌هایشان را درست نیست به شعبه پلیس برده جریمه کرده می شوند. در این برابر از همه آنها عکس و ایزی انگشت گرفته و در بایگانی معلومات وارد می گردد. شما برنامه سرخط رویدادها را تماشا دارید. پلیس شهر مسکو یک مهاجر کره توجیک را با وجود داشتن سندهای بود و باش به شکل بیرحمانه بازداشت کرده است. حادثه به گفته شاهدان که از لحظه بازداشت او بر رادیو آزادی چند پارچه نوار فرستادند، آخر هفته گذشته رخ داد. طوری در نوار دیده می شود ماجرا از بحث مهاجر با کارمند پلیس آغاز می گردد که می خواهد با وجود درست بودن سندهای مهاجر توجیک او را به شعبه پلیس برد. مهاجر در آغاز با ماشین کارمند پلیس میشیند، اما بعداً با دعوت یکی از همراهانش جهیده میفراید. این زمان کارمندان پلیس با شست او را به زمین افشانیده زیر میکنند و دستهایش را از پشت زولانه میزنند. مهاجران میگویند چنین برخورد خشن با مهاجران کاری هر روز قریب رخ میدهد. پوره قانونی بودن سندها نیز به گفته مهاجران آنها را از چنین برخورد خشن پلیس روس آزاد نمی‌کند. بینندگان عزیز، اکنون برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در توجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی امروز 20 سپتامبر $1 را 11 سومونی و 31 درم و 1 یورو را 13 سومونی و 30 درم مقرر کرده است. امروز قرب 1000 روبل روسی 155 سومونی و 80 درم ارزش دارد که نسبت آخر هفته گذشته بلندتر می‌باشد. دوستان عزیز، در همین ثانیه‌ها نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان می‌برم. اگر شاهد حادثه شدید لطفاً ما را در جریان بگذارید. فردا با خبرهای نو در خدمت شما عزیزان قرار می‌گیرم. خود را احتیاط کنید و خدا